به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن. ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. در تاجیکستان آفتابی ما آموزگار مقام و مرتبه بلند داشته از احترام مردم برخوردار است. روشنی روزگار و خوشبختی انسان را عبدالرحمن جامی از هستی آموزگار دانسته چنین بیت ها را انشا کرده است: اگر در جهان نبود آموزگار، شود تیره از بیخیرت روزگار. برنامه نوبتی خوان ادب را ما به هستی زندگی آموزگار میبخشیم و چند لحظه در ستایش آموزگار با شعر و سخن قصه ها میکنیم. البته اشتراکچیان برنامه نوبتی خوان ادب هستند دانشجویان و آموزگاران دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا طروسی‌زاده. امیدواریم که در برنامه هم در ستایش آموزگار شعرها میخوانند و هم اقتباس های بسیار هم دلپذیر و دلنشین پیشوای معظم ملت را در وصف آموزگار خواهند گفت. و باز هم باور داریم که در ستایش اولین آموزگار که مادر است باز هم اینجا شعرها میخوانند. مرحمت اشتراکچی اول را دعوت میکنیم. من سعیدزاده سمیه دانشجو. баланд аст аз фалак шони муаллим, буд ҷонбахши мо ҷони муаллим. Набошад неъмате дар ҳар ду олам, ҳалол аз пораи нони муаллим. اولین نفری که برای ما حرف می آموزاند، ما رو حرف گویی می آموزاند، این البته مادران مهربان هستند. ما میخواستیم که در ستایش اولین آموزگار خود نیز یعنی مادر اینجا برای بینندگان شعر بخوانیم. مادرم ای مادری زحمتکشم، مونسی در بین آب و آتشم. با غم فرزند شد عمرت خزان، زندگی ای خیش بخشیدی به آن. خود نخوابیدی و خواباندی مرا، خود نپوشیدی و پوشاندی مرا. آموزگاران ترغیبگر روزگاران آباد و آسایشته بوده تربیتگر جامعه می باشند و واقعا اگر شب و روز در ستایش آموزگار ما سخن بگویم شعر بگویم این هنوز هم کم است. باز هم اشتراکچی دیگر را دعوت میکنیم تا که در ستایش آموزگار و یا خود معلم شعر و یا سخن گفته باشند. مرحبا. جمالزاده حسن‌آفرین هستم، آموزگار فاکولته کتابداری و اطلاعات‌شناسی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا طروسی‌زاده. معلم چراغ راهنما و هدایتگر جامعه و بشریت می باشد که در همه دور و زمان ما را برای راست هدایت می کند و از اینجاست مردم اهل خرد مردمان را برای پاس نگاه داشتن قدر و منزلت آموزگار دعوت نموده او را همچون پدر معنوی می حسابند. پیشوای معظم در این راستا چنین تاکید نمودند که پیشه آموزگاری یکی از مقدس ترین کسبی روی عالم می باشد. بیداری فکر، پاکیزگی اخلاق همه این محصول رنج و مشقت آموزگار می باشد. در همه دور و زمان جامعه جهانی را به آموزگار تصور کردن دشوار است. از اینجاست ما علمین مرتبه آموزگار را باید در مد اول گذاریم. ما باید قضاوت کنیم که در جامعه‌ای که آموزگار نباشد آن جامعه را به آموزگار تصور کردن دشوار است. بیهوده شاعر نفرمودند که حق استاد از پدر پیش است و از پدر استاد در پیش است. این البته که پدر با مهر و محبت فرزند را به وایه میرساند، با چقدر مهر و محبت تربیت میکند، اما استاد برعکس چقدر سختگیر باشد چقدر طلب کند همان قدر برای شاگردان فایده کلان میآورد. در این راستا پیشوای ملت چنین ابراز نمودند که خیرات آموزگار سرچشمه کامیابی ها میگردد. امروز متاسفانه هستند نفرانی که به قدر آموزگار نمیرسند، نسبت به آموزگار به احترامی مینمایند. کسی ما را راهنما شد و ما امروز به مرتبه انسانی رسیده ایم. قید کردن به مورد است که پیشوای معظم ملت نسبت به احترام گذاشتن به آموزگار چنین ابراز نمودند که احترام آموزگار از طرف هر یک شخص از طرف هر یک فرد این احترام به خود، احترام به ملت و احترام به جامعه می باشد. در مسئله استاد بهترین چنین گفتنی دارم که استاد بهترین شخصی می باشد که چیزی را که خود مقبول می داند به دیگران نیز مقبول می داند، آن چیزی را که خود دوست نمی دارد به دیگرانش نیز خوش ندارد. استاد چگونه
گونه‌ای که فرزندانش را تعلیم و تربیه می‌نماید همان گونه دستپروردانشان نیز باید تعلیم و تربیه نماید. در فاکولته کتابداری و اطلاع شناسی همچون آموزگار که فعالیت میکنید امروز توجه دانشجویان به کتابخانه چگونه است به اندیشه شما؟ پس از اعلان گردیدن آزمون جمهوری فروغی صبح دانایی کتاب است، تعداد خواننده ها در کتابخانه ها نیز زیاد شده ایستادند. در فاکولته کتابداری هم سال تا سال شماره خواننده ها زیاد شده ایستادند که در طول 7 سال می شود در سراسر کشور این آزمون برگزار می گردد و دقت خواننده ها نیز به این آزمون زیاد شدگی هستند. در دانشکده دانشجویان نیز نسبت به کتاب و کتابخوانی بسیار هوس دارند و دقت جدی میدهند نسبت به کتاب و حاضر زیادتر در کتابخانه تعداد دانشجویان و نسبت به خواهش یعنی ما خواننده ها کتاب های نو زمانوی قبول کرده ایستادیم و کمک به نمین آزمون فروغ صبح دانایی نیز میکنیم و ما داریم نفرانی که در آزمون ها اشتراک کرده و جایزه های گوناگون صاحب شدگی است. در فاکولته نیز کتابخانه تعلیمی نیز گشودگی هستیم که برای خود خواننده های انمین ساحه کتابداری نیز کمک میکند. چه کتابی که لازم است چه کتابی که در نظامنامه آوردگی هستند میتوانند که اشتراک کنند، هم نظم باشد نثر باشد و وابسته انمین نمینت جدا کردگی هستند اومده استفاده میبرند. رسالت ما آموزگاران این میباشد که همیشه دانشجویان را راهنمایی کنیم، نه تنها دانشجویان را بلکه جامعه را نیز ما باید برای راست و سهم خودمان رو نیست کمی هم باشد به امنیت خودمان گذاریم. البته بینندگان از ارجمند باز هم در ادامه برنامه خوان ادب یک غزل زیبا رو از شاعر جوان عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان عبدالملک عبدالجبار قرائت میکنیم که بسیار هم یک غزل دلنشین است. خورشید نور آفر دنیا معلم است، روشنگری صحیفه فردا معلم است. یک شهر مستی خواب و میان کتاب ها، بیدار با ستاره شبها معلم است. تا سمت راه خیش بیابیم در حیات، یک سه چراغ بهری توی و ما معلم است. او مشعل است در سر دستان روزگار، آره به قدر از همه بالا معلم است. کوری ندید شوکت او را اگر چی باک، در ذات خیش یک کو و یکتا معلم است. مرحمت اشتراکچی دیگر. حقدارزاده محلیا هستم، دانشجو. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که جامعه باید این را درک نماید که احترام به آموزگار احترام به آینده ملت است. واقعا هم آموزگار آینده ملت را دیگر میکند. با تربیت نسل نورست و جوانان شایسته وطن چه خوش سعدی شیرازی میگوید: پادشاه پسر به مکتب داد، لوح سینی‌اش به کنار نهاد، در سری لوح او نوشته با زر، جبر استاد بهز مهر پدر. استادی شیرین کلامی ما باقی رحیمزاده میگوید نسبت به احترام به آموزگار: شعر به نام نیکت آموزگار دارم، در انجمن به دستت چون تحفه سپارم، بهر سپاسی خاطر دستت همه فشارم، منت پذیرم از تو دایم به روزگارم. زین را بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالمی معانی همراه بر معلم. حرف درست خواندم از شوق میده میدی، ناقص که می نوشتم برخیش می تپیدی. تا سربلند باشم بسیار سرخمیدی، باری گرانی مهنت برداشتی خود کشیدی. زین را بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالمی معانی همراه بر معلم. آموخته برایم آداب گفتگو را، وا کرده پیش چشمم دنیای آرزو را. سوده برای مردم بخشنده بین امو را، در راهی بخت یابی معنای جستجو را. زین را بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالمی معانی همراه بر معلم. در گیروداری هستی گفتی که با هنر شو، بر اوج سرکشیده از قهر با خبر شو. از دانش زمانت پیوسته بهره‌ور شو، در حفظ خلق و کشور فرزندی نامور شو. زین را بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالمی معانی همراه بر معلم. تقدیر نسل ملت
بر ذمه تو بار است. زین بیشتر به دنیا دیگر چه اعتبار است. آموزگار آن وقت ممنون و بختیار است. شاگردی با وفایش بر خلق افتخار است. زین را بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالمی معانی همراه بر معلم. تشکر محلیو. من گمان میکنم که اگر آموزگاری صنف های ابتدایی ما را درست درس ندهد، حتما ما یعنی که در جاده زندگی و در صنف های دیگر، در صنف های بالایی سواد کافی نخواهیم داشت. شما می توانید که اینجا از آموزگاری که اولین بار شما را درس گفته است در مکتب یادآور شوید و می توانید که از طریق همین برنامه ما به او منتداری نمایید. واقعا هم فراموش کردن لحظه های مکتبی که استاد با این قدر دستگیری ها با مهر و محبت بالا به شخص تعلیم می‌دهد ناگذشتنی است. یعنی درک و حرمت احترام استاد برای هر یک انسان مهم است، چون که حالا ما در اینجا قرار داریم این همه با زحمت و تلاش استاد است که به ما شیرین کلامی، سخنی برا و نطق رسا را یاد داده است. واقعا هم من از استادان منت دارم که برای رسیدن به این قله‌های زندگی به من کمک‌های زیاد کردند. من از همه تلاش‌های آنها منت دارم و سپاس می‌گزارم که مرا به این قله‌ها وادار کردند، چون من امروز هستم و پگاه برای آینده ملت تلاش میکنم. این زحمت آنها نه تنها برای من است، بلکه برای ملت و وطن عزیزمان و تاجیکستان عزیزمان است. سراج زاده ضیاءالدین هستند که برای تعلیم و تربیت من زحمت‌های بی‌نظیر کشیدند. نه تنها من بلکه بسیار شاگردان بزرگ که برای این خلق و ملت تلاش میکنند و خدمت میکنند سهمی باسزا دارند. با این همه تلاش خود برای یک انسان برای آموختن یک حرف چقدر مهنت میکند. بهوده پیشوای ملت نگفتند که این احترام ما به استاد، این احترام به آینده ملت است. امروز وقتی که ما استاد را قدر میکنیم، احترام میکنیم، نسبت به وظیفه استاد احترام خود را معین میکنیم، این آینده ملت ما رو دیگر میکند، روشن میکند. ما نیز از استادان شما سپاسگزاریم که چنین جوان را، چنین یعنی که دانشجو را و چنین یک شخصیت سخنور را تربیت کردند و گمان میکنم که بازم برای آینده خود تلاش میکنید و تاجیکستان را با همین گونه سخنوری و سخنرانی با دانش و ملکه خود معرفی میکنید. واقعا اینجا محلیه خیلی سخنهای گوارا نسبت به آموزگار یعنی معلم گفتند و البته گفتند که اگر راهنمای زندگی ما یعنی که آموزگار نمیشد ما به این درجه به این قله ها نمی رسیدیم. بهوده مولانا جوادین بلخی نیز نمیگوید که کاری به استاد خواهی ساختن جاهلانه جان بخواهی باختن. مرحمت اشتراکچی دیگر. من تاج‌الدین زاده فرایض دانشجو هستم. آره، آموزگار شخصیت بزرگ است که تمام تلاش و مهنت‌های خود را برای شاگردان می‌بخشد و استاد شخصی است که دانش را از نسل به نسل انتقال می‌دهد و سخن‌های من برای آموزگار همین است که آموزگارهایی که در جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت می‌کنند این آموزگاران پیشقدم و پیشصف می باشند و در تاجیکستان ما در پرتو سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان آموزگار شخصی بزرگ است. جامعه امروزه را و شاگردان را با یک روحیه بلند وطن دوستانه و با یک مهر و محبت وطن دوستداری تربیت می نماید. من می خواهم 4 مصرع در ستایش آموزگار قرائت کنم. ای معلم صدقه نامت شوم، صدقه اعجاز و اکرامت شوم، پخته می سازی تو طفلی خام را، صدقه هر پخته و خامت شوم. یکی از فیلسوفان جهان امرسون میگوید که آموزگار انسان است که تمام کارهای مشکل را آسان میکند. از این رو او به همه وصف و ستایش ارزنده است. اینک بازم در ادامه برنامه از جانب دانشجویان در ستایش آموزگار سخنها و شعرهای دلپذیر را میشنویم. مرحمت. رحیمزاده بختیار دانشجو. معلمان چراغ‌های جامعه میباشند. آنها مثل شمع میسوزند تا دیگران روشن باشند.
تمام پیشروی جامعه از مهنت معلم سرچشمه میگیرد. هر یک چهره موفق، عالمان و شاعران و قهرمانان یک زمان شاگردان معلم بودند. از همین سبب میتوان معلم را پایه استوار تمدن و افتخار همیشگی ملت نامید. یاد دادی حرف اول را به من، هم نوشتن حرف خواندن را به من. با امید و آرزوهای زیاد زندگی را یاد دادی تو به من. مندلیف میگوید که معلمی حقیقی همان است که دانش او دانش خوانندگانش گردد. قهرمان ملت تاجیک استاد بابا جان غفوروف میگویند که آموزگار هستی معنوی ملت است. کانفوسی میگوید که آموزگار کسی است که راه درست را نشان میدهد. مرحمت اشتراکچی دیگر. خالقزاده زلیخا هستم، دانشجو. معلم دوستم، آموزگارم، شما را از دل و جان دوست دارم. با یاد دارم همه پند شما را، نصیحت های دلبند شما را. ادب را از شما آموختم من، چراغ عقل خود افروختم من. با چشم من نورافشان از شما شد، با قلبم مهر جوشان از شما شد. آموزگار شخصی است که ما را از خردی تا این زمان تربیت می کند و برای ما شاگردانش تمام دانش خود را می آموزاند. چنانه که می گویند کتاب اولین ما الفبا حرف به حرف، کلمه به کلمه آموزگار برای ما آموزانده است. آموزگار شخصی که از عالم دانش و ادب هیچ چیز را نمیداند و معلومات ندارد، از او عالم دانشمندان را تربیت می نماید. واقعا هم آموزگار یک شخص بزرگ است که برای ما خوانندگان کوشش میکند، تلاش میورزد تا ما به قله‌های بلند زندگی برسیم و در زندگی هیچ وقت در نمانیم. تمام انسان ها میگن که و البته این را همگان تصدیق کردند که اولین آموزگار انسان مادر است و ما میخواستیم که در اینجا شما در ستایش مادر نیز شعر خوانید، زیرا که یک بزرگوار میگوید که مادری خوب از 100 استاد و آموزگار برتری دارد و همزمان محمد اقبال لاهوری میگوید که در مکتب معلم و آموزگار نیست آن تربیت که زاده دامان مادر است. زمین و آسمان من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکران من توی مادر، توی مادر. در این دنیا که بیرحمی و بیمهری است بنیادش، یگانه مهربان من توی مادر، توی مادر. زیرویت نور میبارد بروی زندگانیم، چراغ دودمان من توی مادر، توی مادر. گرم شاعر نمیزادی کجا من شعر میگفتم، غزلهای روان من توی مادر، توی مادر. سرود اولین من، سرود آخرین من، سرود جاودان من توی مادر، توی مادر. خیلی سخنان زیبا هم در ستایش آموزگار و هم در ستایش مادر. پیشوای معظم ملت در ستایش آموزگار چنین سخن زیبا میگویند: آموزگار بودن شرف بزرگ و مسئولیتی عظیم است. شما رو دعوت میکنیم. سیفالله شیرداد هستم، دانشجو. آموزگار شخصی است که با نور معرفت خود تمام دنیا را نورافکنی میکند. امروزها چقدر که درباره استاد حرفها، کلمه ها، شعرها گوییم باز هم کم است. میخواهم 4 مصرع درباره آموزگار قرائت کرده باشم. ای معلم چشمه مهر و وفا، ای معلم شهچراغ رهنما، پند تو باشد غذای معنوی، مهر تو اندر دل ما گشته جا، کردی ما را رهنمون بر راه راست، کجروی گفتی به ما کار خطاست. از تو علم و معرفت آموختیم، حرف تو برنامه رفتار ما. گلی که تربیت از دستی باغبان نگرفت، اگر به چشمه خورشید سر کشد خودروست. من ولی جان، دانشجوی کورس 4 دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان
ба номи Мирзо Турсунзода. агар барои бартараф гардидани торики шаб ва сукути беинтиҳои он накати субҳ ва хуршеди дурахшон лозим бошад, барои дониш рафтану сабзидани орзуву мақсадҳои накӯ омӯзгор нақши субҳ ва хуршеди дурахшонро дорад. омӯзгор вазифаи бисёр душворро ба уҳда гирифта тифли инсонро барои ростӣ ҳидоят мекунад. китоби ҳикмату маъно муаллим, чароғе дар раҳи фардо муаллим, ба нерӯе ки дорад дар бисоташ ҷаҳонеро кунад эҳьё муаллим. чуно ки пешвои муаззами миллат дар бораи омӯзгор мегӯяд, мактаб ва омӯзгор набошад тифли инсоният бесавод мемонад ва ин ба рушди давлат ва сулҳу суботи давлат яъне ки халал мерасонад. чуно ки инҷо қайд шуд, устоди нахустини ҳар шахс модар аст. ман мехоҳам якчанд мисрае дар васфи модар гуфта бошам. дар он соат ки дилгирам, куҷои модари пирам, биё бинмой тадбирам ки дар гирдоби тақдирам. сарам хоҳад навозишҳои дастони туро имрӯз, дилам хоҳад нигоҳи гарми чашмони туро имрӯз. дилам хоҳад дуоятро ду дастатро чу дуболи парастуҳо ба сӯи қибла бикшода, худоро аз фалакҳо бар замин хонда, гуселам кардаи бар роҳҳои дур. сипас аз пушти ман гиристаӣ дар худ фурӯмонда. чӣ мепурсӣ? ту аз ман бештар медонӣ дунёро қисматро. ту аз ман бештар медонӣ субҳу шоми давлатро. вале ман ҳар қадар аз ҳикмати дунё сабақ хондам, китоби кӯҳнаву навро чу болин зери сар мондам. фузун аз ту ҷаҳону зиндагониро надонистам, кашишҳои замину осмониро надонистам ки дар садсолагиам боз ҳамчун кӯдаки парпейш хоҳам мурд. надонистам ки баъд аз шири поки ту фақат афсӯс хоҳам хӯрд. дар ҳақиқат модар нахустин устоди ҳар фарзанд аст ва барои тарбияти фарзанд талош мекунад ва мо пайваста аз ин омӯзгори аввалини зиндагиамон сипосгузорем. واقعا پیشوای معظم ملت در ستایش آموزگار خیلی سخنهای دلپذیر و دلنشین دارند و البته این سخنان ما را وادار میکند که باز هم محبتمان به آموزگاران بیشتر گردد. آموزگار آفرنده روشنایی معرفت و راهنمای نسل با معرفت به سوی فردای درخشان است. البته بینندگان ارجمند، با همین میرسیم به پایان برنامه نوبتی خوان ادب و البته اشتراکچیان برنامه نوبتی خوان ادب بودند آموزگاران و دانشجویان دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی به نام استاد میرزا ترسونزاده. از اشتراک شما سپاسگزار هستیم. ای آموزگار ز غم آزاد باشی، به کوه معرفت فرهاد باشی. بس استادان سبق دادند و اما تو استادی همه استاد باشی. این پایان برنامه نوبتی خوان ادب است. تا برنامه دیگر سرافراز و کامیاب و موفق باشید. خیر.